از نان سمرقندی و محصولات هنرهای مردمی تا جهاز روزگار و ماشین‌های کلان بارکش در نمایشگاه سمرقند در خوجند به نمایش گذاشته شد. صاحبکاران سمرقندی 2 روز مهمان خوجند بودند و با صاحبکاران سوخت همکاری‌ها را هم بررسی کردند. امروز در اینجا بیش از 60 شرکت سمرقند با محصولات خوراک، نساجی، قالین و هنرهای مردمی شرکت دارند. بعد بهتر شدن مناسبت‌های دو کشور، بار سوم است نمایشگاه کلان محصولات ازبکستان در شهرهای تاجیکستان برگزار می‌شود. کارشناسان می‌گویند تقویت دادن مناسبت‌های تجارتی بر نفع هر دو جانب است. امکانیت‌ها خیلی زیاد است. امکانیت‌ها در ساحه کشاورزی هم حتی وجود دارد. ما امروز دیدیم که سمرقند یکی از منطقه‌هایی میباشد که در آنجا آلو، مویز خیلی فراوان است. سفر نمایندگان حکومت و صاحبکاران سمرقند جواب به سفر هیئت تاجیکستان است. ماه اپریل هیئت ویلایتی سوخت در سمرقند بود و در بیزنس فوروم شرکت کردند. تاجیکستان و ازبکستان در عهد اسلام کریمov رئیس جمهوری سابق ازبکستان تا سال 2016 مناسبت خوب نداشتند. بعد درگذشت او و به قدرت رسیدن شوکت میرزیویف در آن سال وضع کاملا تغییر یافت.